سلام به همه شما عزیزان. به دکتر آنلاین خوش اومدید. امروز میخوام در مورد یه سوال جالب صحبت کنم. وقتی حسابی گرسنه‌اید و هیچ گزینه‌ای به جز فست‌فود چرب و روغنی ندارید، بهتره گرسنگی رو تحمل کنید یا برید سراغ فست‌فود ناسالم؟ شاید این موقعیت برای خیلی هامون پیش اومده باشه، اما ندونیم که گرسنگی رو تحمل کنیم یا بریم سراغ غذای ناسالم. در این ویدیو میخوام نگاهی به این موضوع بندازم و ببینیم کدام مورد برامون سالم تره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. آخر ویدیو هم بهتون میگم که چرا برخی افراد تحمل گرسنگی رو ندارن. وقتی گرسنگی رو تجربه میکنیم، بدن چند واکنش نشون میده که بهتره با این واکنش ها آشنا بشیم. اولین و مهمترینش افت قند خونه. وقتی برای مدت طولانی چیزی نمیخوریم، سطح قند خونمون پایین میاد و این باعث میشه احساس سرگیجه، گیجی و ضعف پیدا کنیم و در برخی افراد به صورت شدیدتر واکنش‌هایی مثل لرزش دست و اندام‌ها ممکنه بروز کنه. بدن ما به انرژی نیاز داره که این انرژی از غذا تامین میشه. وقتی برای مدت طولانی چیزی نمیخوریم، بدن شروع میکنه به استفاده از ذخایر خودش و همین باعث میشه سطح انرژیمون کم بشه و احساس خستگی کنیم. گرسنگی میتونه باعث بشه که نتونیم خوب تمرکز کنیم، زیرا ذهنمون مرتب درگیر پیدا کردن غذا میشه و این میتونه عملکردمون رو تحت تاثیر خودش قرار بده. ما با مشکل هورمون‌های استرسی هم مواجه میشیم. وقتی گرسنه‌ایم، بدن هورمون‌های استرس مثل کورتیزول ترشح میکنه که این هورمون‌ها میتونن احساس اضطراب و تنش رو توی بدن بالا ببرن و وقتی گرسنگی طولانی مدت رو تجربه میکنیم، بدنمون برای صرفه‌جویی توی انرژی سرعت سوخت و سازش رو پایین میاره. به طور کلی گرسنگی برای مدت کوتاه ضرری نداره، ولی اگر تکرار شونده باشه میتونه اثرات منفی داشته باشه و بهتره زودتر یه غذای سالم پیدا کنیم. این مدت گرسنگی در افراد مختلف متفاوته. بعضی ها زود واکنش نشون میدن و ممکنه واکنش‌های شدیدتری توی بدنشون تجربه کنن. بدن این افراد ممکنه به قند خون پایین حساس‌تر باشه. بنابراین وقتی غذا نمیخورن، افت قند خونشون سریعتر احساس میشه و ممکنه دچار سرگیجه، لرزش دست یا حتی بی‌حوصلگی بشن. این حالت میتونه باعث بشه احساس کنن باید به سرعت چیزی بخورن و این احساس واقعی هست و تلقین نیست. اگر بدن به طور منظم با چنین وضعیتی روبرو بشه، ممکنه نشانه‌هایی از کمبود برخی مواد غذایی یا مشکلات متابولیکی باشه که باعث میشن نیاز بدن به غذا سریعتر و بیشتر احساس بشه. اگر بین فست‌فود چرب و روغنی و احساس گرسنگی گیر کرده باشید، باید ببینیم از نظر پزشکی کدومش براتون سالم تره. مصرف گاه به گاه فست‌فود به شرط اینکه زیاده روی نکنیم خیلی بد نیست و میتونه جلوی افت شدید قند خون و احساس ضعف رو بگیره. اما اگر معمولا فست‌فود استفاده میکنید و نگرانی‌هایی مثل اضافه وزن، مشکلات قلبی و کلسترول بالا دارید، بهتره که گرسنگی رو تحمل کنید و منتظر یه غذای سالم باشید. پس اگر میدونید که میتونید به غذای سالم دسترسی پیدا کنید، گرسنگی رو تحمل کنید و صبر کنید. اما اگر ناچار به خوردن فست‌فود شدید، نگران نباشید. بعد از خوردن فست‌فود میشه اقداماتی انجام داد که اثرات منفی رو تا حدی خنثی کنه. از جمله مصرف غذاهایی مثل میوه‌ها و سبزیجات که حاوی فیبر و آنتی اکسیدان هستند که به هضم بهتر چربی‌ها کمک می‌کنند. نوشیدن مقدار زیادی آب هم مهمه، چون که به دفع سموم و کاهش احساس سنگینی کمک میکنه. راه حل دیگه اینه که از پروبیوتیک ها استفاده کنید. محصولاتی مثل ماست پروبیوتیک که به سلامت دستگاه گوارش کمک میکنن. یه ورزش و پیاده روی کوتاه هم میتونه مفید باشه، زیرا به سوخت و ساز بهتر و هضم کوه غذا کمک میکنه. به هر حال باید به بدن فرصت بدید که به حالت متعادل برگرده و مصرف بهتر و سالمتری در ادامه داشته باشید. در مورد افرادی که توی رژیم فستینگ هستند و خب ساعات گرسنگیشون نسبت به بقیه بیشتره، شاید این سوال توی ذهنشون پیش بیاد که من باید چی کار کنم.
رژیم فاستینگ هنوز توی ایران خیلی جا نیفتاده. دکتر اریک برگ که احتمالاً خیلی از شماها ایشون رو میشناسید و من خودم هم از طرفداران ایشون هستم، معتقده که بهتره از فست‌فودهای چرب و روغنی دوری کنیم، به خصوص اگر توی رژیم کتوژنیک هستیم یا در حال رژیم فاستینگ هستیم، یعنی توی ساعت‌هایی اصلا نباید غذا بخوریم. به جای فست فود پیشنهاد میده که توی مواقع گرسنگی اگه نیاز باشه از غذاهایی که حاوی چربی‌های سالم مثل آووکادو هستند استفاده کنیم، چون این غذاها و میوه‌ها میتونن به کاهش احساس گرسنگی کمک کنن، انرژی مورد نیاز بدن رو تامین کنن بدون اینکه قند خون رو ناگهانی افزایش بدن. پس اگر توی شرایطی هستید که انتخاب دیگه‌ای ندارید و مجبورید به خوردن فست فود، میتونید بعد از اون از غذاهایی که فیبر بالا و مواد مغذی دارن مثل سبزیجات و میوه ها استفاده کنید تا اثرات منفیش رو تا حدی خنثی کنه. دکتر اریک برگ به اهمیت تدریجی وارد شدن به رژیم فاستینگ و گوش دادن به بدن برای جلوگیری از تجربه احساسات ناخوشایند مثل سرگیجه و افت قند خون تاکید داره. اگه گرسنگی زیادی رو تجربه می‌کنید، ممکنه به این دلیل باشه که بدن شما هنوز به فاستینگ عادت نکرده و هنوز در حال سوزاندن کربوهیدرات هستید. پس باید به تدریج وارد رژیم فاستینگ بشید. مثلا میگن رژیم 16-8. شاید این مدت برای شما طولانی باشه که مثلا 16 ساعت گرسنه باشید. سعی کنید از 2 تا 3 ساعت شروع کنید و به تدریج ساعت‌ها رو بیشتر کنید. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم این ویدیو بتونه به شما کمک کنه تا بدن سالمتری داشته باشید و از نعمت سلامتی بیشتری برخوردار بشید. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب از ما در شروع فعالیت کانال حمایت کنید. این ویدیو رو برای عزیزانتون فوروارد کنید تا ما هم به فعالیت بیشتر دلگرم بشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.